دوستای گلم سلام، حالتون چطوره؟ دوستان در کلیپ قبلی راجع به لنسر یا همون چوب ماهیگیری صحبت کردیم. شما رو با چوب ماهیگیری آشنا کردم، اما توی کلیپ میخوام شما رو با قلب لنسر آشنا کنم. پس تا آخر ویدیو با من بمونید تا شما رو با قلب لنسر یا همون موتور لنسر آشنا کنم. بزن بریم. قبل اینکه راجع به اصل مطلب صحبت کنیم میخوام یه سری چیزای راجع به ماهیگیری واسهتون تعریف کنم. قبلا مردم به روش سنتی ماهی میگرفتن. مثلا یه ماهیگیر میرفت دریا تا زانو میرفت تو آب، استانبای وای میساد، یه نیزه میگرفت دستش، آفتاب تحمل میکرد، گرما رو تحمل میکرد که شاید یه ماهی از جفتش رد بشه اونو شکار کنه. یا اینکه میرفتن نخ تهیه میکردن، دور یه چوبی میتابوندن، میرفتن دریا ماهیگیری میکردن. طرف میرفت دریا، من خودم اینا به چشم دیدم، 30 متر نخو کپه میکرد کنار خودش، یه سنگی هم میذاشت رو چوب، بعد اینقدر میتابون پرت که میکرد نخش گره میخورد. بنده خدا دوباره یه ساعت مینشست گره واز میکرد، دوباره میتابون پرت میکرد، دوباره یه بادی میرزه، دوباره نخش گره میخوره. اصلا یه ماهیگیر اینجا ناامید میشه، خسته کننده است. اما جدیدن ماهیگیرا از لنسر استفاده میکنن. لنسر کار برای ماهیگیر خیلی آسون کرده، خیلی راحت نخش رو پرت میکنه، خیلی راحت جمع میکنه، دیگه هیچ گره‌ای تو نخش نمیافته. طوفان هم که باشه نخش گره نمیخوره. خب بریم سر اصل مطلب. دوستان این موتور یه لنسر، قلب یه لنسر، محتویات خاص خودش داره. این پایه موتور لنسره، دسته موتور لنسره، واسه جمع کردن نخ استفاده میشه. این وینجشه، اینم هلالیشه دوستان، اینم کلاششه. و اما دیگه اینجا یک کلید داره، چپگرده و راستگرده. اینم یک کلید برای دست چپ ها و دست راست ها درست کردن. مثلا ماهیگیر دست راست داریم، دست چپ داریم، با هر دستی راحت تره از این کلید میتونه استفاده کنه. خیلی راحته، اینطور نبینی، اصلا کار کردن با این موتور خیلی راحته. زیاد وقتتون هم نمیگیرن. انشاءالله در کلیپ بعدی بیشتر راجع به موتور لنسر با هم صحبت میکنیم. انواع مختلفش هست، از 500ش بگیر تا 15000ش هست. در کلیپ بعدی راجع بهش صحبت میکنیم و بیشتر شما رو با موتور لنسر آشنا میکنم. تا اینجای کار اگه مفید بود واسهتون لایک کنید، سابسکرایب هم یادتون نره. حمایت شما به ما انرژی میده، قدرت میده که کلیپای بیشتری براتون بذاریم. اگه سوالی چیزی هم داشتین میتونید تو کامنت از ما بپرسین. اگه سوالی راجع به موتور لنسر یا خود لنسر حتما بپرسین، واسهتون بیشتر توضیح میدیم. شما رو به خدا میسپارم.